به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و اعضای محترم کانال. با یک ویدیوی دیگر در خدمت شما هستیم در مورد بیمه تکمیلی و سهامدار شدن شرکت کنندگان در طرح سپرده‌گذاری مالی مهاجرین. پس تا پایان ویدیو با ما باشید و ویدیو را لایک و کانال را هم سابسکرایب نمایید. محسن دودانگه، معاون اقتصادی سازمان ملی مهاجرت ایران گفت که 12 طرح اقتصادی برای اشتغال اتباع در دستور کار این سازمان قرار دارد. وی گفت این طرح با هدف گشایش اقتصادی ویژه مهاجرین خارجی اجرایی شده و با این طرح مهاجرین در زنجیره تولید مشارکت می کنند. وی افزود شرکت کنندگان در این طرح از امتیازهای همچون مجوزهای اشتغال، بیمه، اقامت 6 ماهه تا 1 ساله با قابلیت تمدید دریافت می کنند. معاون اقتصادی سازمان ملی مهاجرت تصریح کرد در این طرح همچنین امکان سهامدار شدن مهاجرین در کارخانجات و شرکت‌های ایرانی وجود دارد. وی ادامه داد در طرح سرمایه‌گذاری خرد پس از جمع‌آوری سپرده‌های مهاجرین از این ظرفیت برای راه اندازی کارخانه‌های تولیدی اقدام می‌شود و این کارخانجات سهام خود را در اختیار اتباع می‌گذارند تا افراد شرکت کننده در طرح با حداقل هزینه از امتیاز بیمه تکمیلی برخوردار شوند. وی در ادامه گفت که 12 طرح اقتصادی برای اتباع و مهاجرین خارجی قانونی ساکن در ایران در دستور کار قرار دارد که یکی از شاخص‌ترین آنها توانمندسازی مهاجرین با استفاده از ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی و اعزام فراسرزمینی آنها در پروژه‌های خارجی ایران است. امیدوارم که این ویدیو نیز برای شما مفید بوده باشد. خوشحال میشیم که ویدیو را لایک و کانال را هم اگر تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب نمایید. در ضمن نظریات، پیشنهادات و انتقادات خود را زیر ویدیو کامنت نمایید. تا ویدیوی دیگر خدایار و نگهدارتان.